علیکم. آقا امروز علی رهبر نیست، ما جایگزین علی رهبر شدیم، با مدیر داریم میریم سر بازی. این ولاگو از ما قبول بکنید، علی رهبر به بزرگی خودت ببخش. حالا بریم ببینیم چیزی در میاد دیگه. این اولین تجربه ولاگ منه به همراه علیرضا. بریم به امید برد. علی نظر در مورد بازی چیه واقعا؟ بازی بسیار سختی از نظر فنی، از نظر غیر فنی بازی مهمیه، از این جهت که اون اتفاقاتی که سر امتیاز دست یکی داموش افتاد، بعد سر اتفاقاتی که توی نیم فصل اول افتاد، سر همین قضیه از نظر فنی که خب بازی مهمه، از نظر جایگاه دو تیم ما برای مقام می‌جنگیم، اونا برای صعود، از این نظر سه امتیاز بازی مهمه برای دو تیم، ولی خب از نظر غیر فنی هم بازی حیثیتی دیگه خیلی مهمه برامون. در نتیجه تمام تلاشمون رو واقعا داریم می‌کنیم که این بازی رو ببریم. رسانه‌ها هم ما می‌دیدیم خیلی‌ها به خاطر طرف دماش بودن به خاطر اون اتفاقات نیم فصل اول. دقیقاً من با بچه‌های فجر سپاسی، نمیدونم بچه‌های چادر ملو، با تمام دوستان که صحبت می‌کردم توی گروه‌های مختلف، همه به شدت پیگیر بودن که این بازی رو به هر حال داماش بتونه ببره. هم به نفع ماست هم به نفع اونا دیگه. آره دقیقاً. دوست دارم داماش ببره، ولی بازی خیلی سختیه. من فکر می‌کنم که در نهایت ممکنه که نتیجه 1-1 هم مناسب باشه. من فکر می‌کنم که بازی 1-1 بشه. بریم ببینیم چه اتفاقی میفته. دوباره برگشتیم به استادیوم سردار جنگل، چمن مصنوعی. محمد آبکار رو داریم اینجا. حاج محمد، چمن مصنوعی نظرت؟ خوبه دیگه، ما اینجا بازی می‌داریم. آره. ما تمرین کردیم، ان شاءالله میزنیم. ساعت 6 و هوادارم کم کم داره میاد. تیم‌ها هنوز واسه گرم کردن نیومدن. امیدوارم جو خوبی باشه، هوادارا بیان امروز. ساعت بازی هم که خیلی خوبه و بریم یه سر به هوادارا بزنیم، یه سری ویدیو بگیریم. بچه‌های جایگاه ابر طوفانی امروز مثل اینکه بچه‌ها هم تیفوسی‌ها هم این جایگاه ابر طوفانی حسابی قراره بتر کنن. بریم یه سر به تیفوسی‌ها هم بزنیم. داوران بازی در حال چک کردن تورها که ببینن مشکلی نداره. من خودم در واقع اولین باره بعد تعویض چمن اومدم. کیفیتش قطعا از چمن قبلی بهتره، ولی ما دیگه عادت کرده بودیم به چمن. امروز علی نیست متاسفانه، ما جای علی گرفتیم، جایگاه تیفوسیا. اینجا ما خاطرات خیلی خوبی داریم. علی جون که فکر کنم از 1-2 ساعت پیش اینجا هست، دارن زحمت میکشن. انشالله بازی رو 2-1 میبریم به امید خدا. یکی از بازی‌هایی که راحت میشه برد. حالا نمیدونم آخر بازی ما گریونیم و خوشحال خدا. به امید خدا قطعا میبریم. جایگاه تیفوسیا به امید برد. سری هوادارهای خیبر هم اومدن، حالا فعلا که اولوش 10-15 نفرن. که مشکوکن هم دارن وارد زمین میشن. مشهدی هن، مربی خیبر هم مشهدیه و وارد زمین میشن داورها. داماش هم اومد واسه گرم کردن. اولم که دوازبانه اومدن، ترکیب تقریبا همون ترکیب قبلیه. سجاد قلیبه‌ای اضافه شده نسبت به بازی قبل و بچه ها همه همونان. یالا برو باری کله بعدی بری یالا سری
سلام. به نام خدا هستم. به نام خدا هستم. انشالله میبریم. 2-1 گفتم. چرا همه امروز همه باورت نمیشه امروز همه گفتن 2-1. نتیجه رو بگو. انشالله که بازی میبری. چند؟ 2-0. یه نفر گفت 2-1. گلار هم حتی پیش بینی بکنید. علی رهبر این ویژگی رو نداشته که بپرسه گلار. سجاد گلی بگیر رضا زایتوا. سجاد گل بگی نیست. ما هست تک فیکسه. گلمون رو نیست. گوش کن. دو تا محرومیت نداشت. من همونو نه. میگم پول محرومیت. دادل شد. خب جریمه رو بکن. آره آقا تک گلمون رو زاید تبار پنالتی میگیره سیاوش علیزاده میزنه. آره ولوو. تو خیلی خوب میگی. نوستراداموس. تو هم یه در واقع 8 با پیش بینی 8 بایی اماد بکن. میرجوان. یا ابوالفضل. یا ابوالفضل چرا؟ نه نخواد یا اماد ابوالفضل. میرجوان. فقط داماد لامصب بازیکن اگه میبینن نیمه اول یه خورده شل نگیرن. سکته دادم ما نیمه اول. نه امید خدا ان شاء الله ببره. میزنه. پشت هم دیگه باشیم. پشت هم دیگه باشیم. بریم. امروز برای اون بازی کنیم. بریم ماشاءالله. یک دو سه داماش. 1 2 3 متاسفانه ما اواخر نیمه اول یه گل خوردیم. بازی 1-1 منتظریم بازی شروع بشه. متاسفانه اصلا خوب بازی نکردیم. حالا بریم ببینیم چه اتفاقی میفته. بریم با علیرضا یکم صحبت. چی دیدی نیمه اول؟ بعد مثل بازی با مثل شهر بابک. نیمه اول بعد آره. بعد احساس میکنم من بازم بدتر بودیم. نه من فکر می‌کنم تو بازی مثل بدتر بود. جدی؟ آره. ولی حالا امیدوارم که نیمه دوم هم مثل بازی با مثل بشه. فکر کنم تعویضم داریم. احتمالاً یه تعویضی خواهیم داشت تو وسط زمین. تیمشون خوبه دیگه. آره، پوریا. تیمشون واقعا خوبه. تیمشون تیم خوبیه در کل. واقعا تیمشون در برای بالا اومدن بسته شده واقعیتش. قشنگ مشخصه توی امکاناتشون توی بازیکناشون. حتی من چیزی جالب بهت بگم، حتی گرم کردن بین دو نیمه هم مثلا اون آره. حالت دیسیپلینشون رو رعایت کرد. همینه اصلا 50% بحث صعود به لیگ برتر معمولا داشتن اون دیسیپلینه. اینو دارن. امیدوارم بتونیم ما هم سال بعد حالا تو لیگ 1 بمونیم و امیدوارم آره. دوباره فوتبال رشت یه سال خوبی داشته باشه. واقعا. بریم ببینیم چه اتفاقی میفته. دو تا تیم هم وارد زمین شدن. با امید اینکه بتونیم در واقع این بازی رو حداقل با امتیاز تمامش کنیم. بریم ببینیم چه اتفاقی میفته. گله. گله. وای. اضافه هم خیلی خوب هوادار اومده تو این ساعت، تو راه دوری هم که داره. متاسفانه باختیم، دومین باخت داخل خونه، ولی دم هوادار گرم. بازم پایین تیم هست، همیشه خواهد بود و تا روز مرگم برسه